پیار ما به صحرا اسب اینجا مخ نکرده به صحرا برده باشو برم نفری پیسری بیا سیری پی چری بیا مستونم چری من هرم اسبی دارم خیلی دیگه میرم خوب کار میکنم 1000 کار میکنم کیک او بخورک مرازه بخوری بخور که تو رو میبرم پول مالون که مگرم کرایه کش کنی امرو 1000 کار نکنی گردن همه بند باشه تو رو میجوگا سلت میکنم بخور آفرین گشنه ایوونه کیک برین دیگه بستتونه تو نفهمیدی بخور این کار کنی بیا بیا سلام علیکم مشاغل خوبین خیریت جان شما جا رو بخیر سلامت و خوشحال خیریت چیکار پای زنده باشه بگو ما مشاغل گپی به شما بگم مگه چی خیریت باشه خوبه خیریته همین هست به شما ایف نکرده که شما به دست گیلک دادین که برو تا پول مالون نفر 20 روپیه ولی سر نفر باشه نکی برم به چکر کمر یک سره بام چیبا با کل میبزنم و با شلاقا بزنم حیف اون اسب شما نکرده اسب ما دیگه اسب شما دیگه اون اسب که بود اسب شما نیه پس اسب که اسب ما که اسب ندارم دیگه هست چه نی اسب که بود خب گیلک برده میده بله 10-12 نفرم به دور خود جمع کردی و به چای یک سره میارم 20 روپیه میدم یک بندر پولم بده بشه گریشته خوب ایت کار کردی دیگه ما خب شما دروغ نمام بگم یعنی اگر شما و اسب نماییم میفروشیم بنه که اون را شما بخرمه کاکا من حیف از اسب نکرده خدایی میخوایف میدونم کاکا جی اگه من شرقی نبیدی و اسب نمیخرید خب اگه خریدین دیگه چرا با دست گیلک بده که برای کارار بکنه خیر بینم ساجو که ما بگفتی خیر بینم کار خدمت ما باشه مقصد از ما خود گفتن بود دیگه خیر بینم سلامت شما پناه شما به خدا عباس بله راست خوبو حقیقت وان شد بگی تو گیلک درو به جمع بازار به پول مالون رفته بودی؟ من خود گیلک پکی من نرفته بودم حال ادمن تو نرفتی بودی؟ نه با من دیر از خانه بدر شدم بیدین که من دیر از خانه از صبح تا شام از خانه بدر شده باشم رنگه که تو بچه به خاک شه اگه نفری کنم که مادر میگه تو بچه گک من نفری میکنی چی گپه بابا به این گپه اشتا چی گپه یکی نیم لگ اسب ورد اشتباه برده ساکو با پول مالون برده نفر 20 روپیه میستونه مردم به کرایه داده به دست اینا میشتا خور نخورم خب گیلک برده ها گیلک برده نیه بابا کی گفته دروغ میگم ماما هیت گل گمامه تو بمیری سفید خود دروغ میگه یک لگ اسب برده و پول مالون 20 به کرایه دادم
اشته انسانیه. این دیگه من چیکار کنم خود ازی؟ اگه نفری میکنم گپ میزنم نصیحت میکنم مادر جلوه میگیره که تو با چگک تو چی کرده ری بزی؟ آخیشتا چی کار دارم؟ خیر اصلا خراب نکنین برین گیلک پیدا کنین دیگه. اما من زنگ زدم با خونی خوار تو. خب یا خونی خوار تو در شده. وقتی من روی پیدا کنه من میرم میگردم خی. اشته که یک لگه است برده به کرام. انا میرم. دیشه خونی خوار خورفتی حال چه کار میکنی؟ ها؟ کجا رفته؟ تو یک لگلی پس به مروردیش ببردی بده به پول مالون به مردم به کرایه دادی نفر 20 به خوب یعنی دیشه به خونی خوار خورفتی هیچ چین خبر نشدم یعنی خبر ندارم حال به کجا میری؟ ها؟ تو هم یک دفعه دستم بفته که من تو کار دارم اینجا خوب جای من خیلی شدی بخی بابا جو بیا یک بیا بابا چیه؟ میگم بله اسب کجا دیرو بردی بیدی؟ بله اسب کجا بردی بیدی دیرو؟ گردن من به اینجا بابا ایشته اینجا ها؟ به اینجا نبردم تو میگی من خبر نمیشم به کجا برده بیدم با پول مالون گردن بابا اگه لنگم برده باشه گپ کم کو ها گپ زی نه گلی نکن گپ کم کو بگو اسب کجا بردی بیدی؟ چرا بردی بیدی؟ تو خبر نده که من یک لگری پا والی من اسب پول دادم البو ششتی بیدی کجا می چیزه که کجا می چیزه که تو با کی دیگه تو لیاز کنو لیاز مراتن تو به اندازه دیگه هیچ دل تو نسوخت که یک لگری پس به تو ببردی بیدو پول مالون جگری بکندی چرا نمی اگیلک اگیلک بیا اگ بده بیا بده چرا تز نمیایی میگم بده دیگر اسبر میکنی به کرایه میدی نفر 20 به بیا اگ بده تیر شو بده بیا بشی بیا گپ دفتر نازی بیا بگو تو من بگفتی که من امی اسب میبرم بابا نه تو بگفتی که من امی اسب میبرم ای تا گوش نمونده بدی ای تا گوش نمونده بدی بکن با سر تو من سر چیز نکن خود عباس گفته عباس بچه میدازونی خود بچه میدازونی مرگ در داه جونمو بخوریم شما سال بدازدم زحمت نکشم شکما شما میکنم بعدم اسبا پیشم بی صدا میگیری میبری با پول مالون دست که پیش ما جوندم
خب من دیگه چه کار کنم دیگه؟ من چیفت لا اله. خوب کیف کردی. خوب لرگابه چسبید. همینطوره. میرم مسایی میگم تا پس شده قراخه خدا ناتسمی تو دیل لقطه من تاش میزدی میزدم که خوب کیف میکرد. خب دیگه جا لرگابه چسبی به جون تا میتو لرگا میتو برام کردن یه دیگه تو بشی فنیاد کنی دیگه کارا نکنی. عباس عباس بله یک اینجی بده. خوبه. بله بابا. در راستو پرسان نکن که با جمع بازار برفتی. میگه نرفتم. اشته نرفتی بودی خود گیلک. من به جمع بازار نرفتم بابا. به گیلک گفتی دیگه اسب تو ورده بور به جمع بازار بور. اشته نگفتی بودی بریو. اشته نرفتی خودیو. پوری نگفتم. من بابا حدی میشه که بگم برو یک لگاس بورده برو به 20 با کرایه بده. پس تو دروغ میگه. اشته دروغ نمیگه. من نگفتم بره بابا. من دیرو از صبح تا شام مشقا خونه اشته میکردم. با سگ دروغ بگی کلو تو را میکنم با. وقتی دیگه. وقتی آدم زدن به گمشی. مقصد فکر نمی کنه که یک لگ اسب تو بر میده میبری چرخک میدی با پل مالون. زد که تو میبردم اوش.